سلام آقا، میشه بگین صف چیه؟ این صف آزمایشیه، هنوز برای مصرف خاصی طراحی نشده. میگم بستگی به مردم داره، استقبال مردم داره. عرضم به خدمت شما باید مسئولین تصمیم بگیرن که این صف چه صفی باشه. پس شما چرا تو صف وایسادین؟ ما وایسادیم حمایت بکنیم از این صف. اصلا ما صف رو دوست داریم، میخوایم بگیم آقا این صف خوشمون میاد. اینه که دوست داریم هر چی زودتر راه بیفته. خیلی ممنون. ببخشید شما از این صفی که تشکیل شده راضی هستین؟ سلام عرض می‌کنم. من از این صف راضی هستم، همه مسئولان راضی هستن، از وزارت محترم کار راضی هستن که این موزل بیکاری ریشه کن که واقعا رنج می‌بردن. من الان 3-4 ماهه که میام 5-6 صبح تو صف وای میسن، واقعا با شور و استقبال نشاط شادی. خب شما 3 ماه میاد تو صف میایستید، تهش چی میشه؟ ای تاش الان معلوم نیست، تاش ما زیاد به تاش فکر نمی‌کنیم، ولی فکر می‌کنم که یا شایعه‌ای هست ما با استقبال وای میگن حالا تاش شاید برسه به مجیدیه. خیلی ممنون.